صدها شهروند تاجیکستان یک هفته باز در گذرگاه اوزینکی، سگرچین و مشتکاوت در مرز قزاقستان با روسیه درماندند. آنها میخواهند بر روسیه گذرند، اما با گفتهشان با وجود درست بودن حجتها، مرزبانان روس شناسنامه و تلفن‌هایشان را ساعتها تفتیش میکنند. سبب چنین رفتار معلوم نیست. مقامات به طور رسمی مشکل را شرح ندادند. به نقل همصحبت رادیوی آزادی، صدها شهروند تاجیکستان از روز 20 ایون تا شام 26 ایون نتوانستند به واسطه گذرگاه سرحدی قزاقستان و روسیه وارد شوند. با گفته مهاجران حدود 500-600 نفر منتظر از سرحد گذشتند. در یک روز به نقل مسافران 4-5 ماشین تاجیکان را اجازت گذشتن می‌دادند. این مهاجران و مسافران دیگر از تاجیکستان میگویند نظام کامپیوتری مرزبانی روسیه تنها در سنجش شناسنامه‌های تاجیکان مشکلی داشته، آدمان دیگر به دشواری بر روسیه می‌درآیند. در چنین شرایط دشوار آدمان خیرخواه و نیکوکار به مسافران یاری می‌رسانند، اما مهاجران میگویند از مقامات تاجیکستان کسی به احوال آنها توجه نمی‌کند، هرچند احتمال می‌رود از وضعیت خبر دارند. مهاجران رو زدن دشواری را در گذرگاه اوزینکی نشانه طرف بدتر شدن برخورد طرف روسیه با تاجیکان مینامد که پس از حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در مسکو به اوج خود میرسد.